راحت کمک میکنم، ولی کمک از دیگران گرفتن برام خیلی سخته. اصلا به ذهنم نمیاد که بخوام کمک بگیرم. اینو گفتم که باید رو خودم کار کنم. آها. خب این که ما نمیخوایم کمک بگیریم از دیگران، باید رو این کار کنیم. چون وقتی که ما نخواهیم کمک بگیریم از دیگران، یعنی از کائنات و خداوند هم نمیخوایم کمک بگیریم و میخوایم خودمون کارامون رو انجام بدیم و اینجوری کارامون خیلی سخت میشه. خیلی باید مراقب این باور باشیم. بله. و بعد این مربوط میشه به چاکرای خورشیدی؟ کمک گرفتن؟ نه، کمک چاکرای ریشه گرفتن. است دیگه. چاکرای ریشه از چاکرای ترس داریم. ترس از چی ریشه داریم؟ است. چون شما وقتی که نتونین کمک بگیرین، یعنی دیگه در حقیقت از هم اول چاکرا اول مشکل دارین دیگه. میدونی نمیخوام من کمک بگیرم، ترس دارم. ترس از چی داری؟ ترس از اینکه شما شاید ضعیفی، ترس از اینکه حالا دیگران چی راجع بهتون فکر مزاحم. میکنن و حالا نه کلا ترس. هر چیزی آره. میتونه برای بکنه. شخص من اینه که باعث زحمت نشم. در آها. مثلا آره وقت کسی رو نگیرم. اینکه اون منیت هم هست دیگه، میتونم خودم میتونم. بعد آره ذهن کسی رو مشغول نکنم، از این چیزا میشه. آفرین. ببین همونجور که ما وقتی که به یکی کمک میکنیم، ببین خودت داری میگه من دوست دارم مثلا به همه کمک کنم. وقتی تو کمک میکنی خیلی خوشحال میشی، حالت خوب میشه، یه احساس رضایت درونی برات به وجود میاد. خب دیگران هم وقتی کمک میکنن به تو همین حسو دارن. میدونی ما خیلی وقتا اینو فکر نمی کنیم که خب دیگری هم دوست داره اینو تجربه کنه، کمک کنه و یه حس رضایت داشته باشه و یه حس خوبی بهش دست بده. اینم مهمه. ولی گاهی اوقات این تجربه ها برام میاد بالا که کمک گرفتم و مدام تکرار شده، مثلا به روم آورده شده. میدونی اینکه آها. بخواد کسی منت بذاره منو خیلی اذیت میکنه. برای همین میگم که آره خودم ما انجام ما میدم. معمولا از این منت اذیتم خیلی میکنه. بدمون میاد. آره اینکه مثلا حالا طرف مثلا اومده یه لیوان آب دستمون داده یا حالا یه کمکی کرده، حالا مرتب داره منت میذاره. پس ببین ترس از منت گذاشتن دیگران. پس بهتره که اصلا من درسته. هیچ وقت نخوام، هیچ چیزی رو نخوام از دیگری، خودم کارامو انجام بدم. آره ولی ما میتونیم دنبال کسی باشیم، کسانی باشن تو زندگیمون که با عشق به ما کمک کنن. میدونی با عشق کمک کنن و بدون منت، یعنی بعدش منت سرمون نذارن، اونا وارد زندگیمون بشن. اینو باید خب درخواست بدم. درسته اینه آره که آره درخواست بدیم بعید که میدونم که کسانی بیان که با عشق به ما کمک کنن. چرا مثلا با فکر میکنیم که نیستن کسانی که بخوام با عشق کمک کنن؟ در نظر بگیر این همه افراد که دارن میلیاردها تومن از اموالشون رو دارن توی خیریه ها و تو جاهای مختلف دارن کمک میکنن. خب اینا کیان؟ میدونی داره کمک میکنه و شما فکر میکنی مثلا کمک میکنه و بعد میره خونه تک تک اونا و منت سرشون میذاره؟ اینجوری نیست. و برای همین ما اگر میخوایم یاد بگیریم که عشق بی قید و شرط بدیم، من همیشه گفتم دونه بگیریم بدیم به پرنده ها. شما وقتی به پرنده دونه میدی دیگه انتظار اینو نداری، توقع نداری که به پشت شیشه یه نوک بزنه و بگه مجید سلام سلام مرسی مرسی که برام دونه ریختی. میبینی دیگه اصلا هیچ انتظاری نداری. این یعنی همون عشق بی قید و شرط که شما میدیم بدون اینکه انتظاری داشته باشین از اون طرف. این خیلی مهمه، باید یاد بگیریم. همونجور که ما میتونیم یه کمکی بکنیم و بریم، خیلی آدمای دیگه هم میتونن همین کار برای ما بکنن. ولی چون توی اون دایرش نیستیم، تو مدارش نیستیم، آدم ها رو نمیبینیم. و وقتی هم که شما ترس داشته باشی از هر چیزی، 100% تو زندگیت
خواهد اومد. این خیلی مهمه. شما از هر چی که بترسی مطمئن باش که تو زندگی او رو خواهی دید. اگر ترس از این داشته باشی که مردها خیانت کارن و هنوز ازدواج نکردی، مطمئن باش با مرد ازدواج میکنی که بعداً بهت خیانت کنه. ترس خیلی مهمه. اگه ترس از رها شدگی داشته باشی 100% تو زندگی با هر کس که باشی وارد رابطه بشی رهات میکنه. مهمه. پس اگر ترس از این داشته باشیم که کمک بخوام بکنم منت سرمون میذارم، بله میان کمک میکنم و منت هم سرمون میذارم. پس به جای این ما بیایم بگیم خب اگه یکی اومد کمک کنه و هیچ منتی نذاشته و با عشق پذیرای این جریان بود و اون موقع چی؟ نیستم این آدم ما تو دنیا 8 میلیارد واقعا جمعیتی. تجربه کردم افرادی که واقعا بدون چشماش کمک کردن و من تو یک دورانی آدمای این شکلی خیلی اومدن تو یعنی که کمک گرفتم ازشون و بعد کمک تموم شد، یعنی به کار کمکشون رو انجام دادن و رفتن. و یه مورد که آره من یه موردی به شما پیام دادم ازتون کمک خواستم، خیلی راحت از شما کمک خواستم، ولی این ارتباطه رو مدام نمیتونم داشته باشم. باید رو خود چاکر ریشه کار کنه. نداره کار میکنیم رو بله. خودمون. آره که مدام همونجور که ما مرتب داریم درخواست میکنیم از خداوند و کائنات که خدایا من اینو میخوام، خدایا اینو میخوام، خب چه انتظاری داریم؟ یعنی مثلا خدا به ما بده و منت سرمون بذاره. میبینی این انتظار رو نداریم. ولی کسانی دیگه که اونا هم خدا هستن، میبینی به اونجا هنوز نرسیدیم که دیگران هم خدا هستن و فکر میکنیم اونا والا یک کسی دیگه هستن و از جنس دیگه هستن. و نه، همه ماها از یه منبع به وجود اومدیم و اون منبع حالا اسمش بذاریم الله، خدا، نمیدونم یهوه، کریشنا، حالا اسم مهم نیست، از یک نیروی برتر متولد شدیم. من همیشه مثالم این بود که گفتم شما یه چراغ وقتی روشن کنی جلوش یه دونه از این آبکشا بذاری، آبکش مثلا سوراخ سوراخه دیگه، از اون ور مثلا می‌بینی 100 تا نور اومده بیرون. خب آیا این نورها با هم فرق میکنن؟ ظاهرا مثلا میگه من یه نورم، تو یه نوری، اون میگه تو یه نوری دیگه هستی، ولی همه اون نورها جنسشون یکیه، جنسشون از همون منبع است. یا شما مثلا توی نونوایی در نظر بگیر یه خمیر درست میکنی و حالا مثلا یه چونه میگیری، چونه مثلا کوچولو کوچولو کوچولو، نمیتونی بگی، بله در ظاهر نگاه میکنیم اینه بله اینا همه جدان، ولی خمیر مایه‌شون و جنسشون یکی، هیچ فرقی نمیکنه. و اگر ما به اون رسیدیم که تمام جهان هستی یکیه، توحید یعنی که همه جهان هستی یکیه، اون موقعی که شما به روشن ضمیری میرسیم. مهمه ها. متشکرم. خواهش میکنم. خب بقیه دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید یا تجربه‌ای دارن. استاد این که از ترجیح به ترسی سرت میاد، من یکی رو میشناسم که خیلی ترسوه ولی زندگیش خیلی خوبه. شاید از خیلی هم عالی. درون حالش خوب نباشه ولی خب زندگیش خیلی خوبه. این زندگیش خوبه یعنی چی؟ یعنی مثلا ماشین بنز داره، وضعش یعنی از خوبه؟ اون چیزایی که نه مثلا از اون چیزایی که میترسه هیچ اتفاقی نمیفته خب براش. نمیترسه، بس نمیترسه، ترس نداره. ما یه موقع هست که ما به زبون میاریم ظاهری، این خیلی فرق میکنه. پس اون ترسی نداره از اونا، حتی اگه ظاهرا بگه. ما خیلی وقتا ما میاییم مثلا به صورت ظاهری یه سری حرفایی رو میزنیم، دیدید دیگه، به صورت شوخی. این خیلی فرق میکنه تا اون که شما درونن بترسی از یه چیزی. این دوتا کاملا متفاوته.
پس اگر میبینی که اون چیزی که داره به زبون میاره براش اتفاق نمیفته، مطمئن باش که از اون چیز نمیترسه، تو وجودش نیست، ظاهرا یه چیزی رو میگی. ولی تو ناخودآگاه ما اگر ما از چیزی بترسیم، تصویر اون قطعا برامون یه موردی رو داره، مطمئن باش. اصلا ترساش راجع به خودش نیست، مثلا ترس مثلا از دست دادن یک کسی یا اتفاق بد افتادن برای یک کسی، از این جنس ترسا میکنم. اصلا راجع به خودش از هیچی نترسه، ولی راجع به دیگران خیلی ترس داره. آره، حالا میگم من که باش صحبت نکردم من صحبت کنم متوجه میشم که جریان چیه، ولی اگر ترس از این داشته باشه که بخواد کسی رو از دست بده، مطمئن باشه اون از دست خواهد داد، هر کسی هم باشه. با یه کسی وارد رابطه میشه یا نمیدونم یه شغلی هست، ما که فقط توی یه حوزه که نیست، تو 4 تا حوزه، حوزه سلامتی، حوزه روابط با خودت، با دیگران، با پارتنرت، با خدا، با مردم در مورد مالی، مسائل مالی، در مورد خدا. باید ببینی ترس از رها شدن کجاهای زندگیش داره اتفاق میفته، اگر داره. نداره که هیچ. از رو ظاهر قضیه، از رو ظاهر افراد سلام هیچ استاد، وقت شبتون بخیر. نمیشه قضاوت کرد. اینم حواسمون باشه. جانم بفرمایید، حالتون چطوره خانم؟ سلام استاد، شبتون بخیر. نرگس هستم سلامت و باشین. خسته نباشید. استاد، من این ترسی که دوستان عزیز فرمودن، من یه تایمی داشتم ترس از اینکه یه برادری داشتم، حداقل سنش نزدیک به خودم بود. همیشه تو مراسم ها که میرفتم میگفتم وای اگر اینو بدم من ال میشم فلان، یعنی این ترس همیشه همراه هم بود. متاسفانه به خاطر یه حادثه‌ای و واقعا این اتفاق برام افتاد. یعنی من هر چی که میترسم یا تصور میکنم شاید این انرژی منفی است، نمیدونم. واقعا برای من این ترس میفته، این اتفاق میفته، نمیدونم چرا. یعنی من ترسم منجر به خوشبختیم، ترسم منجر به حال خوبم نمیشه اصلا به هیچ عنوان. آره، ببین جریان میدونی چیه؟ جریان اینه که ماها همونجور که خداوند خالقه، خب ما از خداوند به وجود اومدیم دیگه، ما هم خالقیم. ولی خداوند هیچ چیز اشتباهی رو خلق نمیکنه. خب تفاوت ما با خدا اینه، اون همیشه چیزای مثبت خلق میکنه، چیزای خوب. و ما هم خالقیم، یعنی ما به هر چی که فکر کنیم خلق میکنیم. شما به هر چی فکر کنی اون خلق میشه. اما مثلا شاید تو بگی که من الان دارم فکر میکنم پس چرا خلق نمیشه؟ نه، مطمئن باش به هر چی که فکر کنی، چه بد چه خوب، خلق میشه. ولی تو زمانی که تو ندیدیش. تو الان یه چیزی فکر میکنی 20 سال دیگه اتفاق میفته و تو نمیفهمی که چرا این اتفاق برات افتاد، چون 20 سال پیش به اون فکر کردی و خلقش کردی. آره دقیقاً استاد، موضوع اینه. پس من وقتی که ترس رو دقیقاً دارم من خلق همیشه از دست میکنم، دادن شد داشتم و از دستش دادم. آره اصلا جهان هستی که برای اینه که عین عدالته. خداوند میگه ببین به هر چی فکر کنی خلق میشه عزیزم، عشقم، دلبرم، جیگرم، عسلم. به هر چی فکر کنی خلق میکنی ها. تو خالقی. چیز خوب فکر کنی خلق کردی، بد فکر کنی خلق کردی. خیلی خوب دیگه، این عین عدالت. حالا ما میگیم که چرا الان مثلا زندگیمون اینجوری شده. الان اینجوری نشده چون قبلا فکر کردی بهش، این زندگی رو خواستی. خیلیاتون الان میگین چرا من الان این زندگی رو دارم؟ چون همین زندگی رو تو میخوای. و اگر میخوای زندگی رو عوض کنی، تمام اون افکاری که قبلا هی مرتب خلق کردی باید تموم بشه. همین اینجایی که ما میمونیم، میگیم من الان اینو میخوام چرا نمیشه، من الان اینو میخوام چرا نمیشه، من الان اینو میخوام چرا نمیشه، من دارم رو خودم کار میکنم چرا اتفاق نمیفته. چون قبلا مرتب داشتی خلق میکردی. به قول مولانا بادوم پوک کاشتی و الان درختی برات سبز شده که بادومش چیه؟ پوکه. اینجایی که میگه صبر، تسلیم، رضا،
شکر، تا از اینجا گذر کنی. تمام اون چیزایی که خلق کردی، حالا فقط تفاوت اینه که وقتی که توی صبر هستین، توی شکر هستین، توی رضا هستین، توی تسلیم هستین، اتفاقات ملایم تره. ولی وقتی که نیستین، به بدترین حالت ممکن اونا براتون تو زندگی اتفاق میفته، چون خودت خلق کردی، کسی خلق نکرده. و حالا ما این اختیار رو داریم که حتی اگر اون چیزایی که خلق کردیم و پاکش کنیم. من اینو بارها گفتم شما توی کامپیوتر یا توی مثلا گوشیتون ممکنه 100 تا مثلا فایل اومده، منو دارید دیگه همین الان، و میرید یکی رو باز میکنید. وقتی باز میکنی یعنی همونی که تو زندگی داره اتفاق میفته، ولی 99 تا دیگه شو هنوز باز نکردی ها، و باز میری دومی رو باز میکنی، سومی رو باز میکنی. خب ولی یه کاری میتونی بکنی. چیکار بکنی؟ بری و اون فایل های گذشته رو چیکار بکنی؟ بدون اینکه ببینی ها، همه رو دیلیت کنی، پاکش کنی. اون موقعی که دیگه برات اتفاق نمیافته. پس خیلی چیزا رو شما خلق کردین که در آینده براتون اتفاق میافته، خیلی چیزای بد. خیلی خوب، از همین الان شروع کن به پاک کردن اون. پس خیلی اتفاقاتی که بد براتون نمیافته رو شما نمیبینی و اونا رو به فال نیک نمیگیری، و فقط ما داریم قور میزنیم که چرا اینو ندارم، چرا اینو ندارم، چرا اینو ندارم، چرا اینو ندارم، چرا نمیشه. و اینکه چقدر شما تو پاکسازی و کارهایی که دارین رو خودتون انجام میدین، چقدر دارین فایل های بد رو دارین دیلیت میکنی، شما اینو نمیبینی. این خیلی مهمه. برگردیم به سلام. زندگی خودتون و ببینین که خیلی وقتا شنیدیم طرف مثلا میاد میگه که آره فلانی مریض شده رفته مثلا 500 میلیون فقط خرج عملشه. شما اگر سالم هستی این 500 میلیون رو ندادی، پس 500 میلیون جلویی، 1 میلیارد جلویی و ببینید که چه خبره تو بیمارستان ها. این همه داره هزینه میکنن افراد و شما نمیکنی. پس اون فایل هایی که مربوط به مریضی بوده رو داری پاک میکنی یا پاک کردی. متوجه شدین؟ پس این نیست که شما فکر کنید که کجای زندگیمه، من که دارم پاکسازی میکنم، پس چرا همین که اتفاق بعدی برات نمیفته خیلیه، باید شکرگزاری بکنی. همین که اتفاق بعدی برات نمیفته. جانم بفرمایید. سلام، شبتون بخیر، خسته سلام. نباشید. استاد، من تقریبا همه اینا که گفتید و تقریبا انجام دادم، فقط میمونه 2 تا بخششم. یکیش که فوت شده، اصلا نمیتونم اینو ببخشمش. یه نفر دیگه هم هستش، اونو دارم با خودم انجام میرم، ولی اینی که فوت شده رو اصلا نمیتونم، هر کاری هم میکنم که ببخشمش واقعا نمیتونم. اینو خب الان باید چیکار بکنی؟ میخوای همینجور ادامه بدی؟ یعنی وقتی که اون نه، فکر اصلا نکنی که فوت نمیتونم. شده، خب اون فوت شده بله. انرژیش با تو هست. یعنی من تو قسمت های بخشش، شما اگه بری اون فایل ها رو نگاه بکنی، اینا رو خیلی توضیح دادم. شما وقتی یکی رو نمیبخشی یعنی این که من قسمتی از انرژی الان پیش اونه. حالا بستگی درست. داره، خیلی یا 10%، 20%، خیلی یا 90%، بستگی داره. ببین اگه کارات انجام نمیشه و مرتب داری مثلا با یه حالت کندی تو زندگی پیش میری و به خواسته ها و آرزوات نمیرسی، یعنی تو با 10% انرژی داری میری جلو. 90% تو کسایی که نتونسته ببخشی انرژیت گیره. خب من با بله. 10% چیکار کنم؟ 10% فقط دنبال اینم که بتونم زنده باشم. برای همینه که ما به آرزوامون نمیرسیم. من یه کد دادم به شما، مهمترین کد تو جهان هست اینه که بتونیم ببخشی. تا نبخشی به خواستهات نمیرسی. بی خودی زور نزنی، هزاران ریشه یابی کن، نمیرسی. هر چقدر رو خودتون کار کنید، هر چقدر کلاس برین، هر چقدر پول بدین به این و اون، هر چقدر دوست داریم بدین، اگر نتونیم ببخشیم
شما به خواسته هاتون نمیرسین. این مهمه. بله مرسی ممنونم. خیلی آقا اون رفته اوکی، اصلا یا مرده یا زنده فرق نمیکنه. خب آقا بدترین بعدی رو بهت کرده دیگه، اصلا خیلی بهت بعدی کرده. ولی من اینو میگم، من میگم که شماها باید اون 6 تا مورد گفتم، مثلا یه کینه یادم داره ازش، یه نفرت داره، خب ازش عصبانیه، خشم داره، دلخوره، میخواد انتقام بگیره. من میگم این حسا رو نسبت به اون نداشته باش. خب ولی بعضی وقتا میگه خب من اگه اینو نداشته باشم یعنی که دیگه خب پس اونو بخشیدم پس فردا باید بیاد خونم. نه، این حسا رو نداشته باش، ولی هیچ وقت تو این زندگی روش نده تو خونه. این مهمه. هیچ وقت هم بهش زنگ نزن، هیچ وقت هم باش مراوده نداشته باش. این خیلی مهمه. بخشش به معنای این نیست که پس من باید رابطه داشته باشم، اصلا چنین چیزی نیست. بخشش یعنی که من انرژی که گیره رو از اون طرف میگیرم، آزادش میکنم و سلام، دیگه هم باش ارتباط ندارم، هیچ وقت هم بهش زنگ نمیزنم. بخشش یعنی خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب دیگه اگر سوالی دوستان دارن بفرمایید جواب بدم. سلام استاد، شبتون بخیر. شب شما بخیر. حالتون حال شما چطوره؟ خوبه؟ ما دلمون برای لایوتون تنگ شده بود استاد. سلامت باشی. مرسی عزیزم، مرسی، سلامت باشی. نکسی باید که از کی نگاه میکردم میدونم استاد شاید لایو داشته باشه و دیگه الان مرسی. موقع بود دیگه، من الانم متوجه شدم، الان یه دفعه رسیدم. ببخشید من سرما خوردم صدام خرابه. لایوت موضوع میشه سلام موضوع شب چی بود؟ موضوع یه سری باورهای محدود کننده است برای اینکه ما نمیتونیم برسیم به خواسته و آرزوهامون. حالا اینا رو میخوام چند تایی بگم به شما و یه سری بچه‌ها سوال داشتن، سوالاتو جواب دادم. دستتون درد نکنه استاد. خواهش میکنم. سلامت باشین. مرسی. مرسی. ببینید خیلی باورهای محدود کننده ما داریم، باورهای منفی داریم که ما رو نمیرسونه به اون خواسته و آرزوهایی که داریم. این یکی از باورهاش، اگه دوست دارین بنویسین، تمرکز کنین و بعدش مراقبه کنین و کلی چیزایی که میتونه از اینجا در بیاد و درش بیاریم. باور به ناتوانی، من نمیتونم به این هدف برسم. این کجا اومده؟ چرا نمیتونی به این هدف برسی؟ ببینیم باور از طرف پدر اومده، مادر اومده، جامعه اومده، از طرف کی اومده؟ ژنیه، آگاهی جمعیه، کجا اومده؟ حالا اونایی که بلدن تست بگیرن اینا رو تست بگیرن حتما، با باور این که من نمیتونم به هدف برسم. آیا مال این زندگیه؟ مال زندگی ژنیه، یعنی از پدر مادر تا 7 نسل قبل؟ آیا مربوط به تاریخیه، یعنی از 7 نسل تا حالا برو به هر چقدر نیاکان ما میشه؟ یا آگاهی جمعی، یا زندگی های گذشته، یا باور مربوط به روحیه، یا تو زندگی های موازی داره اتفاق میافته، یا پنهانیه؟ که میتونیم بگیم که مثلا تست که میگیریم میتونیم بگیم که من باور به ناتوانی دارم در همه لول ها. اگه داریم باید بریم روش کار کنیم. خب این مهمه. و حالا باید چیکار کنیم؟ راه حل اینه که به موفقیت ها و دستاوردهایی که تو گذشته داشتیم فکر کنیم، ولی کوچیک و بزرگ نداره. پس به خودتون یادآوری کنین که من اون زمان آره من به خیلی از اهدافم تو این زندگی رسیدم. چرا من فکر میکنم نرسیدم؟ پس این که من نمیتونم به هدفم برسم یکی از باورهاییه که باور ناتوانیه. خب این پس برگردیم به گذشته و ببینیم کجاها تو زندگیتون یه اهدافی داشتین که بهش رسیدین. و همیشه یادتون باشه وقتی یه هدف بزرگی داریم، اون هدف بزرگ رو باید کوچولو کنیم، کوچیک کنیم به قسمت‌های کوچیک‌تر و حالا حریفش میشیم. ما خیلی وقتی یه چیز کلی میخوایم، مثلا یه خونه میخوایم 10 میلیارد، خب نمیرسیم. 10 میلیارد کجا بیارم؟ ولی وقتی که اینا کوچیکش کردی، کوچیکش کردی، حالا میگه آها حالا من میتونم این کارو بکنم. من بارها گفتم وقتی اهداف رو میایین کوچیک میکنین، اولین قدم اینه که بنویسین.
نوشتن شما رو خیلی 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 سریعتر به خواستهاتون میرسه. یادتونه مثلا من گفتم شما چه مشکلاتی دارین؟ نگو، من 1000 تا مشکل دارم. خب بارها تو همین لایو گفتم خیلی خب 999 تا از اونا رو بگو، یکیشو نگو. شما تو همین لایو نتونستین چند تا بیشتر بگین، با اینکه میگی من 1000 تا مشکل دارم تو زندگی. 3-4 تا بیشتر نمیتونیم بگیم، چون مشکل اون نیست. و حتی من تو لایوهای قبل گفتم آرزوهاتون رو بنویسین. بیشترین آرزویی که داشتین نوشتین 52 تا آرزو. بقیه همتون رو 5 تا و 6 تا و 10 تا و 17 تا و 18 تا بود. یعنی ما حتی آرزویی که ما میخوایم میتونیم داشته باشیم بیشتر از 10-20 تا نیست. پس این مهمه که ما آرزوهایی که داریم رو بنویسیم، هر چقدر بیشتر بهتر. و اون مشکلاتی هم که داریم میگیم وای من نمیدونم من چقدر مشکل دارم، خیلی خوب شروع کن بنوشتن. چند تا مشکل تو زندگی داری؟ بنویس. اینجوری یک مرتبه ذهن خالی میشه. پس وقتی که ذهنتون درگیره و مدام دارین به یه چیزی فکر میکنین، هی فکر نکنید، قلم کاغذ بردارین بنویسین. خب خیلی خوب من دارم فکر میکنم، اوکی بنویسم به چی دارم فکر میکنم. تا قلم میاد روی کاغذ و شروع میکنی میبینی این فکر رفت. پس یکی از راههایی که ما میتونیم این فکری که مرتب داره همینجور تولید میشه که در روز 70,000 تا فکر حداقل داره میاد، جلوشو بگیریم. قلم کاغذ برداریم و قلم رو بذاریم رو کاغذ، بریم خیلی خوب بنویس، شروع کن بنوشتن. این بسیار کمکتون میکنه. دومین مورد ترس از شکسته. اگه شکست بخورم همه چیز از دست میدم. و خیلی کارهای شما میتونید تو زندگی انجام بدین به خاطر ترس از شکست انجام نمیدین. مهمه ترس. و یونگ چی میگه؟ یونگ میگه هر چیزی که شما میترسین، از هر چیزی که میترسین رشد در اونجا اتفاق میفته. و من دارم میگم از هر چی که میترسین رسالتتون همونجاست. اگر دنبال رسالت میگردین که من رسالتم چیه، من برای چی اومدم به کره زمین، از چی میترسی؟ ترس از سخنرانی، رسالتت همینه. تو برو جلو، حرف بزن و ببین یه مرتبه یه جریاناتی برات باز میشه که میفهمی که اوه پس اصلا رسالت من این بود. پس ترس از شکست یکی از مسائلیه که شما رو نمیذاره به اون اهدافتون برسین. خب ولی یادتون باشه هر شکست رو به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد بدونید. ریسکای کوچیک بکنین. خیلی وقتا میگه نه من نمیتونم به ریسک کنم. یه ریسک کوچیک که میتونی بکنی. یه ریسکای کوچیک کنترل شده. خب اینجوری باعث میشه که ترس از شکست رو چیکار بکنی؟ این کاهش بده. و مورد بعدی، سومین مورد، مقایسه مداوم. اینکه دیگران بهتر از منن. خب این که هی مرتب دارین مقایسه میکنین، این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که شما نتونین به اون خواسته هاتون برسین. به جای اینکه شما مقایسه کنین خودتون رو با دیگران، با پیشرفت‌های دیگران، یادتون باشه هر کس تو این جهان منحصر به فرده. وگرنه اثر انگشت هممون یکی بود. و الان میدونید دیگه مردمه که چشم هر کس متفاوته دیگه. الان دیگه اثر انگشت نمیگیرن. با مردمه که چشم شما میتونید مثلا همه ادارجات و فرودگاه ها و اینا همه رفتم سمت مردمک چشم. فهمیدن که هر مردمک چشمی با مردمک چشم دیگه متفاوته. و ما بی نهایت، یعنی همین جور افراد بیان از ازل تا به ابد هیچ کدومشون دوتا عین هم نیستن. خب پس این خیلی مهمه. شما منحصر به فردی. پس اگر تو بیفتی تو مقایسه، اون منحصر به فرد بودن خودتو داری از دست میدی. و این مهمه. این خیلی نکته مهمه که ما همش داریم مقایسه میکنیم. فلانی داره، اون داره، اون داره، من ندارم. و دوباره باز بریم به اون موفقیت های خودتون افتخار کنیم و از اون رو قدردانی کنیم. خیلی مهمه. کمبود اعتماد به نفس. من به اندازه کافی خوب نیستم. این هممون درگیرشیم دیگه. دیگری خیلی خوبه ولی من به اندازه کافی خوب نیستم. این همون جملات مثبت، تمرینات ذهنی، اینا میتونه افزایش اعتماد به نفس بر خودتون داشته باشه. یعنی تمرکزتون بیرون نقاط قوت خودتون.
و ضعف خودتون رو بپذیرین. میدونی، هی ضعفتون رو پنهون نکنین. افرادی که میبینی خیلی قدرتمندن خیلی راحت راجع به ضعفاشون صحبت میکنن، ولی افراد ضعیف همش میخوان اونو بپوشونن و اینجا گیر میکنن. پس یکی از چیزایی که مثلا میتونه اعتماد به نفس شما رو افزایش بده اینه که نقاط ضعفتون رو نپوشونین. به من این ضعف رو دارم و بعد شروع کنیم به حرف زدن. بعد طرف مقابل میبینه که وای چقدر آدم آنستیه، چقدر آدم واقعا صادقیه که خیلی راحت داریم. این بیشتر جذب شما میشه تا یه افرادی که مثلا دیگه هی دارن فیلم بازی میکنن که من خیلی مثلا با اعتماد به نفس، ترس از قضاوت، دیگران راجع به من چه فکر میکنن، به جای اینکه من تمرکزم رو خودم بذارم، کاری نداشته باشم که دیگران راجع به من چی فکر میکنن، هی مرتب از این میترسم که نکنه مثلا راجع به من فکرای بد بکنن، نکنه منو قضاوت کنن. ولی در شرایطی که هر موردی که هست، اگر هر موردی که راجع به شما دارن میگن خیلی وقتا ممکنه نقد سازنده باشه، خب بپذیرین و در جهت بهبود میتونین چیکار بکنین؟ ازش استفاده بکنین. اوکی؟ خب اینم یه چند موردی استاد بود در سلام، شب مورد شما بخیر. ما رسیم. سلام، شب شما هم بخیر. بی سلامتی. خیلی ممنونم، مرسی. سلامت باشید. استاد من واقعا توی پشت کار چیزی که متوجه میشم نقطه ضعفم پشت کاره. یکی اینه، یکی هم که هدفهای بزرگ رو بلد نیستم خوردش کنم. آها، درسته. حالا پشتکار که بالاخره خیلی مهمه. ما پشتکار تو حیوانات از کی باید یاد بگیریم؟ لاک پشت که از خرگوش جلو میزنه. سلام مورچه. آره مورچه مورچه. یکی از آره مورچه واقعا پشتکاره. یعنی تو در نظر بگیر اصلا آدم از رو میبره، یه دونه رو خب من زرنگی میچیره اصلا کردم، خواستم دو نگاه تا هدف رو بکنی. داشته باشم، هم پیروزی داشته باشم هم پشتکار. لاک پشت از خرگوش جلو میزنه. آره، بعد مثلا نگاه میکنی ببین اونجا اصلا نباید خرگوش این که مثلا ما میگیم خرگوش با لاک پشت، این اصلا اشتباه. شما خیلی مثالایی که حالا داریم بیرون میبینی اینا درست نیست. کی گفته من باید خرگوش رو با لاک پشت مثلا مقایسه بکنم؟ لاک پشت همین الان گفتم. هر کسی تو دنیا منحصر به فرده. اینکه ماهی بیاد نگاه بکنه ببینه سنجاب چجوری از درخت بالا میره و بگه وای این چجوری بالا میره، این اشتباهه. ماهی تو آب، سنجاب رو درخت میره بالا. هر کدومش هم منحصر به فردن. خب پس این خیلی مهمه که من خودم با کسی مقایسه نکنم. ولی پشتکار رو میخوام یاد بگیرم، از مورچه یاد بگیرم. یه دونه رو میبره بالا میفته پایین، میبره بالا میفته پایین، میبره بالا میفته پایین، اصلا از رو نمیره. خیلی جالبه ها. باور کن مثلا من دیدم اصلا 100 بار 200 بار شمردم 300 بار شمردم، خدایا این دیگه کیه؟ خیلی عجیبه ها. چون و از ذهن نداره، از ذهن آزاده. تمام شماهایی که اینجا هستین ببینید که یه کاری رو شروع کردین، خب یا رفتین مثلا فرض کن به یه کسی یه حرفی بزنی، یه درخواستی داشتین، چند بار نشنیدین ها و ول کردین. مثلا پیش خودتون بگین آره من فلان کار رو شروع کردم 100 بارم نشنیدم ولی رفتم 101مین بارم رفتم. کدوم یک از شما میتونین بگین من 100 بار 150 بار یه کاری رو انجام دادم و الان دارم 155مین بار رو دارم انجام میدم؟ مثلا استاد شغل ماها ما وقتی یه بدپیله بار بودن تو شغل ما هم باید بدپیله باشی، هم باید آرامش خودت رو حفظ کنی. موضوع اینه که پشتکار، ما پیله نمی کنیم به کسی، پشتکار داریم. پس این مهمه که من از نترسم. ولی خب آیا ما اینجوری هستیم؟ ما 2 بار بگن نه دیگه ول میکنیم، اصلا کل کار رو ول میکنیم، میریم دنبال یه کار دیگه، کار رو ول میکنیم، اصلا تغییر شغل میدیم. پس این که گفتی پشتکار مهمه که ما تمام واقعا باید فروشنده اینجوری انا پشتکار دارن.
میدونی شما داری میگی ولی پشتکار هم لیول های مختلف داره و فروشنده ها قوی تریناشون آدمایی که پشتکار دارن، مخترعین هم همینا. فروشنده ها فقط پشتکار ندارن. اون آدمی که الان کفاشه پشتکار داره. اون آدمی که الان خم میشه توی زباله و تمام این زبالهات رو جمع میکنه و بعد میاد میده، اون پشتکار داره. ما فقط نمیتونیم بگیم یه عده خاصی پشتکار دارن. کسانی که توی این دنیا تو شغلهای هر شغلی فرقی نمیکنه دارن زحمت میکشن و سالهای سال 30 سال توی یه شغلی بوده و الان بازنشسته شده، اون پشتکار داره. شغلی نیست که ما بگیم یکیش بالاتره یکی بهتره یکی بدتره. همه اونا پشتکار داشتن. پدران ما رو نگاه بکن، پدر بزرگان ما رو نگاه بکن، توی اون سختی، توی برف و بوران و گرما داشتن کار میکردن. اینا پشتکار داشتن، خیلی چیزها رو به ما یاد دادن و الان حالتی هست که شاید ما اونا رو داریم مسخره میکنیم. میدونی اونا دیگه کی بودن، اونا چه زندگی داشتن، اونا فلان. نه، اونا پشتکار رو داشتن به ما یاد میدادن. این مهمه. پس پشتکار که سروش جان داری میگی خیلی نکته مهمیه و باید کوچیکش بکنی و همینجور بری بگی خیلی خب من میخوام یه هدف کوچیکی دارم، میخوام ببینم پشتکارم رو تو این قسمت نشون بدم. همون یه هدف کوچیکی که داری پشتکار داشته باش، بهش رسیدی میگی آها دیدی رسیدم. همین جریان آینه که خیلی مثلا میگه خب این چیه، خب حالا کجا من کی صاحب خونه میشم. میدونیم ما همش دنبال خونه ایم، دنبال ماشینیم، دنبال زنیم، دنبال مردیم. اصلا فکر نمی کنیم که وقتی که من یه کاری رو به صورت مداوم دارم انجام میدم، این یعنی پشتکار، این یعنی برکت، این یعنی که من میتونم، این یعنی که من توانایی اینو دارم که هر کاری تو این جهان انجام بدم. میدونی این مهمه. و من توی آینه که حالا به خیلی چیزا رسیدین، شاید شما اصلا توجه، چون ما اصلا اینقدر تمرکزمون روی نداشته هامونه اصلا خواسته هامون نگاه نمی کنی. من نمیدونی من به چی رسیدم، فقط تمرکز رو این که من اینو ندارم. ها اونی که داری چی؟ نه اونو ولش کن، من اینو ندارم. میدونی اینه که پس پشتکار همینه که مثلا فرض کن یه تمرین تو مثلا آینه دادم، یه ذکری بود گفتم این 108 روز آینه انجام بدین. میدونی این یعنی پشتکار. خیلی ها شاید نتونن، یه روز یادشون بره، تو از اول انجام بدی، ولی در حال این پشتکاره. میدونی پس خیلی مهمه این که من میخوام یه کاری رو انجام بدم پشتکار داشته باشم، خسته نشم، نگم نشد. نه. پس این سروش جان نکته بسیار مهمی رو اشاره کردی و گفتم بهت دارم این انجام میدم. اهدافی که داری شما باید اهداف رو به چیزای کوچیک‌تر. گفتم اولین کاری که باید بکنی برای رسیدن به اهدافتون بنویسید، شروع کنیم به نوشتن. خب و چشاتون رو ببندیم بگین خدایا حالا اولین قدمی که من باید برای این کار بردارم چیه؟ ببینین چی براتون میاد. وقتی یه چیزی اومد اون قدم رو برداریم. دوباره باز بگین خب قدم بعدی برای این کار چیه؟ قدم بعدی. وقتی که اومد بریم قدم رو انجام بدیم. دوباره بگین قدم بعدی چیه الان؟ اینجوری قدم به قدم میرسیم به اهدافتون. اینجوری شما اهدافتون رو کوچیک کنین. نه اینکه من یه خونه میخوام این خونه رو بگیرم مثلا خب 100 قسمت کنم، الان تو قسمت دستشویی هم این قسمت سرویس بهداشتیه، خب من اینو خلق کنم اونو خلق کنم. نه، شما برای رسیدن به اون اول نوشتن، دوم همینی که من میگم اولین قدمی که خالق من باید برای این کار بردارم چیه؟ مراقبه کنیم. وقتی براتون اومد انجام بدیم. دوباره قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی چیه؟ استاد اینجوری قدم به نیت قدم میتونی چیکار بکنی برسیم به اهدافتون. نیت به نیت باید بری فکر کنم. جان فکر کنم نیت با نیت باید بری جلو.
نه اول من نیتشه. من بحثم نیت نیست. نیت یه ماشینه، نیت یه هدف دیگه آقا، یا ماشینه یا خونه است یا همسر، حالا یا هر چیز دیگه. نیت درم بس مشخصه. حالا کاری که گفتم اینه که قدم اول برای رسیدن به این چیه؟ چیشاتون رو ببندین، مراقبه انجام بدین، هر چی که براتون اومد بنویسین و برین انجامش بدین. دوباره میگین قدم بعدی من چیه، حالا قدم بعدی من چیه. اینجوری میتونین بریم به اون اهدافتون برسین. چند نفر تا حالا این کارو کردین؟ نکردین. شما باید میگه من اینو میخوام، من اینو میخوام، چرا نمیشه، چرا مثلا فلانه. ولی فکر نمی کنید که همین قدم به قدم، قدم به قدم اینه که شما رو به مقصد میرسونه. بارها مثال زدم. شما وقتی که الان شب میخوایم بریم به سمت مشهد یا به سمت شمال، شب تاریکه، شما وقتی چراغ رو روشن میکنید، چراغ ماشینتون رو، 10 قدم میتونید ببینید، 20 قدم میتونید ببینید، بیشتر نمیتونید ببینید که. حرکت که میکنی 20 قدم بعدی خودشون نشون میده، 20 قدم بعدی، 20 قدم بعدی، 20 قدم، همینجور تا یه مرتبه میرسید به مقصد. در صورتی که شما از تهران وقتی ماشین رو روشن کردی، نور انداختی، شمال رو ندیدی، مشهد رو ندیدی. ولی پس این قدم به قدمه شما رو میبره جلو و بعد کنار دستتون یه نشونه است زده، مثلا شمال 150 تا، میری جلوتر شمال 140 تا، میگه آها تو مسیر درستم. اما اگه یه مرتبه مثلا زده آقا مشهد مثلا فلان، میگه ای من که داشتم میرفتم شمال، این چیزه مشهد، آها پس مسیر اشتباه رفتم. پس باز نشونه میاد که مسیر اشتباه رفت. خیلی خب مسیر رو برگرد. میدونی میخوام چی بگم؟ پس ماها این قدم های کوچیک رو خیلی دست کم گرفتیم، در صورتی که قدم کوچیک بسیار مهمه. تصویر سازی درسته، اول عکسش رو ببینیم، عکس هدف رو ببینیم، تصویر هدف رو ببینیم. بله بله حتما. تو شما تصویر هدف رو ببین و بعد ببین، گفتم بهت مراقبه کن اولین قدم برای رسیدن به اون چیه. اولین قدم هر چی که اومد انجام بده، دوباره بگو قدم بعدی، دوباره قدم بعدی، قدم بعدی، همینجور برو جلو. قدم هایی که برات میاد و برو انجامش بده، نه اینکه میگه برو اون کارو بکن بگو ول کن بابا نه من نمیرم انجام بدم. خب ول میکنی و به هدفت هم نمیرسی. اینم از اینکه ما چجوری میتونیم اهدافمون رو کوچیک کنیم. خب دیگه چه خبر؟ دیگه یه سوالی دارین در مورد این مواردی که مطرح کردم؟ بفرمایید. سلام استاد، شبتون بخیر. سلام. شب من شما. تازه رسیدم، خیلی در جریان جزئیات نیستم، ولی جمله اولتون نوشتم که گفتین مراقبه کن اولین قدم و اینا. احساس بله. کردم که به موقع رسیدم. آره حالا لایو رو ضبط کردم، حالا گوش کنید. در مورد حالا یه سری موارد باورهای منفی داریم که نمیتونیم به اهدافمون برسیم. حالا یه سری بچه‌ها سوال داشتن و اونجا گفتم که اهداف رو باید کوچیک کرد. شما نمیتونی هدف بزرگ داشته باشی و بگی خیلی بزرگه، چون وقتی اون خیلی بزرگ باشه پس تو کوچیکی، نمیتونی بهش برسی. زمانی ما میتونیم به هدف برسیم که تو بزرگ باشی، اون هدف کوچیک، اون موقع رسیدی، 100% رسیدی. ولی تا زمانی که ذهنت بگه اون خیلی بزرگه و تو کوچیکی، نمیرسی. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم اینو کوچولو کوچولوش میکنیم که الان صحبت همین بود که برای رسیدن به اهدافمون کوچیکش کنیم. و کوچیک یعنی قدم اول چیه و بعد قدم بعدی چیه و بعد قدم بعدی چیه، همینجوری قدم به قدم میریم جلو تا به هدفمون برسیم. خب دیگه من یه سوال سوالی؟ دیگه هم دارم استاد، بله. راجع به این اهمال کاری و تعلل. میخوام ببینم که باورهای مربوط به همین و مدام باید در بیاریم یا مثلا از چیزهای بله دیگه هم میتونیم کمک بگیریم. نه ما یه دونه پکیج دارم من. پکیج الان هست، برید اهمال کاری رو کار بکنید، خیلی پکیج قشنگیه. نمیدونم 30-40 تا باور راجع به اهمال کاری هست، خیلی خفنه، خیلی قشنگه. انجامش بدین. اونایی که دوست دارن بلدن برن انجام بدن، اونایی که بلد نیستن برن حالا
بگیرن جلسه شما هم براشون جفتی بزنن. خب دیگه چی؟ اون خواستن رو میخوایم گرمترش کنیم، داغترش کنیم، خودمون رو تشنه‌تر و مشتاق‌تر کنیم. انگیزه، چه انگیزه ای داری؟ حالا الان بهش برسی، برای رسیدن به اون چه انگیزه ای داری؟ ببین شاید من انگیزه مثال این زدم لحظه باشه ولی لحظه بعد نباشه. نبود هیچی دیگه، ولش کن، اهدافو بندازش دور، برو دنبال یه چیز دیگه که انگیزه بهت بده. ببین اگر مثلا فرض کن بچه‌تو میگیرن، مادرتو میگیرن، خواهرتو میگیرن، من یه بار دیگه هم مثال زدم، گفتن اگه تو 24 ساعت دیگه اینقدر ندی ما اونو میکشیم، چیکار میکنی؟ این میشه انگیزه. هر جوری که باشه پول جور میکنی، پولو بدی. درسته یا نه؟ انگیزه اینجاست. میبینی؟ اگر اون انگیزه رو نداریم ولش کن، اهداف رو ول کن، برو دنبال یه هدف دیگه، اون هدفت نیست. انگیزه خیلی مهمه. اصلا من برای چی میخوام اینو داشته باشم؟ اصلا من برای چی میخوام یه ماشین داشته باشم؟ من ماشین بنز داشته باشم که چی بکنم تو 6 یکی؟ این انگیزه نیست، نمیرسی بهش. چه انگیزه ایه؟ من نمیخوام مثلا فرض کن یه ماشین بنز داشته باشم برای راحتی خودم. نه، من برم مثلا همه ببینن که من ماشین بنز دارم. خب این چیه؟ خب این چه انگیزه ایه؟ چه هدفیه ما برای این جریان داریم؟ نه، من یه خونه داشته باشم بکنم تو چش فلانی که مثلا فلان. خب این چه انگیزه ایه؟ و خیلی چیزایی دیگه. من پولدار باشم که مثلا مشهور باشم همه منو ببینن. خب این چه انگیزه ایه؟ آره همین نمیرسیم. گرم نیست، همین که میگی یه دوتا آتیشه و بعد تموم میشه، خاموش میشه. چقدر از این اهدافی که الان شما نوشتین برای خودتونه؟ واقعا برای چشم هم چشمی نیست، برای اینکه چش یکی دیگر رو کور کنی نیست، برای اینکه مثلا به دیگران بگی من هم تونستم. به خاطر اینا نیست، فقط و فقط به خاطر خودتونه. واقعا اینجوره؟ میبینی شما چرا مثلا یه خونه مثلا 500 متری میخواین، 1000 متری میخواین در مثلا چه میدونم زعفرانیه؟ واقعا هدفتون اینه که من برم تو اون خونه، وای نمیدونی دیگه، من برم اونجا دیگه خودشناسیم کامل میشه، خداشناسیم کامل میشه دیگه، به همه کمک میکنم. واقعا هدفتون اینه؟ یا نه هدف اینه که مثلا من برم اونجا که به خیلی نشون بدم که من الان تو زعفرانی مثلا زندگی میکنم؟ میبینی اینا مهمه. کدوم میگین از این اهدافتون برای خودتونه، برای رضایت درونی خودتونه؟ واقعا هست؟ پس اگر نیست خط بزنین، مثلا از اهدافتون بندازین دور و اون چند تا هدفی که واقعا دارین که برای خودتونه، برای آرامش خودتونه و برای هر چی برای خودتونه نگه دارین. اما هر کدوم از اون برای دیگرانه، همه رو خط بزنین. نمیخوام. برای چی من برم این همه زحمت بکشم شب و روز و فلان فلان که خونه به دست بیارم که مثلا دیگران بگن که خب حالا که چی؟ خب خودم چی؟ خودم میخوام استراحت کنم. نه دیگه، تو استراحت نداشته باش تو خونه. بعدش که مریضم شدی مریض شد، ولی دیگران بدونن که تو یه چنین خونه ای داری. خب به چه درد میخوره؟ استاد این جریان پارامی چیه؟ میگن یه سری آدما پارامیشون تمرکزشون روی یه سری چیزهاست که مثلا اتفاق میفته و حواسشون نیست که این پارامی‌ها رو دارن الکی از دست میدن. میتونن از این خب پارامی‌ها استفاده بهتری بکنن. من که اینو توضیح دادم تو لایو دیگه. کجا بودی پس؟ گفتم که ما خالقیم، اینو توضیح دادم دیگه این پارامی رو. ببین من گفتم شما خالقین. خدا میگه که ببین تو از من به وجود اومدی ها. من فقط فرق ما با خدا اینه که خالق و خدا هیچ چیز بدی رو خلق نمیکنه، هیچ چیز بدی رو خلق نمیکنه. تمام کائنات میبینی به قشنگی خلق کرده، کره زمین رو به قشنگی و خوشگلی خلق کرده. هر چیزی رو داره خلق میکنه قشنگ زیباست. و ما هم خالقیم و میگه عزیز من تو خالقی ها، چه بد فکر کنی چه خوب فکر کنی خلقش میکنی. این بسیار مهمه.
ما داریم خلق میکنیم. من اول لایف توضیح دادم، لطف کنید برید اینو دوباره گوش کنید. پس ما خلق میکنیم و بسیار هم مهمه. حالا خلقی که میکنیم الان اتفاق نمیفته، 10 سال 20 سال 30 سال شما قبلا فکر کردی، خلق کردی و الان تو زندگی داری میبینی. شما همین بیماری که الان دارین رو قبلا خلقش کردی. قبلا تو فکر بیماری بودی، بعد خلقش، و الان که بیمار میشی میگی ای بابا چرا اینجوری. تو عزیز من خودت خلقش کردی. بی پولی، الان بی پولی، خودت خلقش کردی. یه زمانی داشتی فکر بی پولی بودی، یه زمانی ترس داشتی، یه زمانی نمیدونم میگفتی که زنها همه خیانتکارن، فکر نمیکردی که الان به این گرفتار بشی که هیچ زنی به سمتت نمیاد. قبلا خلقش کردی. من گفتم راهشم، گفتم اگه میخواین باید فایل هایی که هنوز باز نکردین رو دیلیتش کنین، تون دیلیت کنین. همه فایلی که باز، اونی که باز شده که باز شده دیگه، باید داری میبینی، کلیپو داری میبینی دیگه، نمیتونی بگی من نمیخوام ببینم. خب پس کلیپو دیدی، پس تمام اون فایل هایی که قبلا گفتی و هنوز باز نکردین رو دیلیتش کنید. بهترین چیزی که من میتونم بگم الان تو این عصر جدید اومده GFTه. شما هر تکنیکی میخوای بری برو، ببین که GFT انقدر ساده است، اینقدر ساده است و راحته که اصلا نمیخواد شما زحمت چیزی رو بکشی. دیگه از این قشنگتر دیگه خدا بذاره توی دستمون و در اختیارمون. دیگه اگر ما نمیخوایم دیگه اون دیگه به قول مولانا میگه گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. اگر ما نمیخوایم به اون خواسته هامون برسیم دیگه اون دیگه مشکل خدا نیست. خدا تو این عصر آورد، اسمش هم گذاشت چی؟ به قول قدیمی هم گفتن اسمش گذاشت انگزی دور کلاش قرمزی. اسمش گذاشت چی؟ GFT God Fast Therapy. خداوند سرعت و تغییرات، تغییراتی که توسط خداوند به سرعت انجام میشه. ولی حالا یه عده که اومدن نوش جانشون دارن کار میکنن توی این عصر جدید و مطمئن باشین که به همه اون جریاناتتون قشنگ میرسین. یه عده که خب حالا فعلا تو شکن، تو تردیدن، میگن نه این نیست، این جواب نمیده دیگه. حالا باید باشین. اینم از این دیگه. چی بگم براتون؟ بازم اگه سوالی دارین در خدمتم. سوالی هست؟ مثلا یه سوالی در مورد کودک درون چیزی باید باش برخورد بکنه که برامون کار کنه؟ کودک درون رو من قبلا هم گفتم دیگه، یادتونه یه مراقبه انجام دادیم. حالا توی یه بار دیگه همون مراقبه رو انجام انجام میدیم. دادیم، من باش در ارتباطم، میخوام بیشتر راهنمایی شم. آره همونه، همون چیزی که به شما یاد دادم. ما مرتب کار کن دیگه، با دست چپت با دست مخالفت مراقبه کن و ببین چیه راجع به اون موضوع. بگو من الان مثلا فرض کن رابطه میخوام، این رابطه الان نمیشه، مشکل چیه؟ با دست چپت با دست مخالفت شروع کن بنوشتن، ببین چی برات مینویسه. خب من که چپ دستم اگه یعنی دائم با کدی کودک بهت درونم دارم میده می‌نویسم. دیگه، یه کدی بهت میده، اون کد خیلی مهمه دیگه. یه کلمه است که اون کلمه بسیار مهمه. یادت هم میاد که تو کوچیکی تو همون سن تا 6 سالگی چه اتفاقی برات افتاده و الان نمیتونی به اون خواستهات برسی. اینو من توضیح دادم براتون. حالا من یک سری هیپنوتیزم میخوام انجام بدم که چون هیپنوتیزمایی که من انجام میدم الان 8 تومنه، من میخوام هیپنوتیزم انجام بدم که 6 تومنه. خب در حقیقت یه تخفیفی من میخوام بدم و اگر دوست داشتین که شرایطش چیه، یعنی چه کار باید بکنی دیگه، به هیلدا جون پیام بدین تا براتون میگه که باید چیکار کنین. دوست داشتین اینم از این جریان که هیپنوتیزم هایی که دوست داشتن میتونن انجام بدن. چون خیلی ها دوست داشتین هیپنوتیزم انجام بدیم، شرایطش حالا با هیلدا تماس بگیریم. یه مورد دیگه در رابطه با بحث
من یه دوره رو میخوام بذارم دوره ارتباطات روابطه و چیزی رو میخوام اونجا یاد بگیریم و یادتون بدم که چجوری میتونید یک نفر رو وارد دایره خودتون بکنید، یعنی وارد زندگیتون بشه، و چجوری میتونید یه نفر رو از زندگی خارج بکنید و چجوری میتونید یه حالا خواسته که دارین به اون خواسته برسین، یعنی چی کار باید بکنید و چی کار نکنید. یعنی توی اون دوره روابط که در حقیقت توی 4 تا حوزه هست، فقط رابطه نیست، توی حوزه سلامتی، توی حوزه روابط، توی حوزه ثروت و تو حوزه در حقیقت معنوی چی کار بکنیم که ما بتونیم جذب خیلی سریع داشته باشیم. این دوره هم براتون گذاشتم، اونایی که یه خیلی علاقه‌مندن میتونن بیان توی اون دوره. اینم یه چیز ببخشید معذرت میخوام، من اینترنتم یهویی قطع شد. این چه دوره‌ای بود؟ من آخرش یعنی این چند کلمه رو شنیدم ولی اسم دوره این من یه متوجه نشدم. دوره یه سری تکنیک میخوام به شما یاد بدم که شما تو اون 4 تا حوزه بتونی سریع جذب کنی. ولی وقتا مثلا میگی خب چرا نمیشه، چرا این نمیاد، چرا اون نمیدونم فلانه. خب چیزایی که نمیشه یا یه سری چیزایی هست که میخواید خارج کنید از زندگیتون، نمیخواید داشته باشین. خب دقیقاً. آره، اینا رو توی دوره‌ای هست که من دوست داشتین شرکت کنین، اون دوره رو میتونین شرکت کنین. استاد ببخشید، جانم. از فواید هیپنوتیزم یکم میشه توضیح بدید؟ ببین هیپنوتیزم خانم دلارس، این هیپنوتیزم غیر آمرانه است که گفتم من اون شب که این هیپنوتیزم توسط فرازمینی‌ها بهش داده شده، خب که من هم آموزشش رو دیدم و یه هیپنوتیزم فوق‌العاده است. یعنی خانم دلارس میگه حداقل یک بار تو زندگیتون اینو انجام بدین، اگر نمیخواین که حالا چند بار انجام بدین، ولی یک بار تو زندگیتون انجام بدین. شما زمانی که اینو انجام میدین زندگی رو میبینید، حالا یا آینده یا گذشته که مربوط به این زندگیتون، یعنی کمک میکنه به این زندگیتون، نه اینکه برید فقط که یه زندگی فقط دیده باشین، نه، مربوط به جریان زندگی الانتونه که بتونین توش بهتر قدم بردارین، پیشرفت کنین. مورد بعدی، با هر کدوم از ماها هر روحی یه معبدی داره که ما میریم تو اون معبد و استادای راهنمامون اونجا هستن. شما با اساتید راهنماتون آشنا میشین، اسمشون رو میتونین بپرسین و از اون به بعد اونا رو صدا میزنین با اون اسم. اونا هر لحظه با شما هستن، یعنی هر لحظه با شما هستن، نه اینکه هر وقت باشن هر وقت نباشن، نه، همیشه با شما هستن، دارن راهنماییتون میکنن. پس اساتید راهنماییتون رو میتونین ببینین. اگر خواستین با نیاکانتون ارتباط بگیرین اونجا میتونین و بعد وارد اتاق شفا میشین که حالا اونایی که مریضن یا حالا هر مشکلی دارن یا حالا با اجازه میتونن افراد دیگرن بیارن وارد اون اتاق بکنن که کاملا اونجا تمام کالبدهاتون پاک میشه. این چاکرا که یه چیز جزئیه در اینجا، کل کالبدهاتون پاک میشه توی اون جریان و اونا انجام میدن. و بسیاری افراد بوده که من هیپنوتیزم کردم بردن تو اتاق تپلون اتاقیه که دوباره جراحی فیزیکی انجام میدن. یعنی دیگه اگر خیلی طرف بخواد مثلا فرض کن مثلا میگن توموری باشه، اصلا تومور رو برمیدارن، کاملا برش میدارن. اتاقهایی که فرازمینی ها، در حقیقت فرازمینی فکر نکنید، فرازمینی ها یعنی اساتید معنوی هستن که حالا اسمشون رو ما میذاریم فرازمینی، اساتید معنوی هستن که خیلی دیگه استادای خیلی بزرگی هستن که اونا میان و تو اتاق تپلان کار میکنه و قبل شما سوالات رو به من میدین، مثلا ممکن 10 تا 20 تا 30 تا سوال داشته باشین، من رسالتم چیه، اینم چیه، اونم چیه، جفت رویم کیه، فلان فلان فلان، هر چی که خواستین. و من اونجا بعد از این جریان ابر آگاهه که باش ارتباط میگیریم و تمام سوالاتی که دارین و اونجا میپرسیم و جواب میگیریم. این کاری که انجام میدیم و دوست داشتین با آکاشیک رکورد ارتباط میگیریم و میتونید اونجا آیندهتون رو ببینید. این کاریه که در تو این جریان میتونیم انجام بدیم.
این پروسه که انجام میشه، ولی قبلش یک مصاحبه داره که فکر کنم 1 ساعت 1 ساعت و نیم بکنم طول بکشه. کل یه مصاحبه‌ای باید قبلش انجام بشه با شماها. اینم کاری که ما انجام میدیم توی هیپنوتیزم. استاد توی خوب شدن افسردگی و اینا هم تاثیر داره قطعا فرقی دیگه. نمیکنه هر چی باشه دیگه، ما نمیتونیم بگیم دیگه تو اونجا داره انجام میشه، تو اون اتاق شفا داره انجام میشه، میدونی دیگه ما کاری نیستیم. پس دیگه هر موردی که باشه اونجا انجام خواهد شد. آره اینم از این. متشکرم. خواهش میکنم، سلامت باشین. دیگه اگر سوالی هست من در خدمتم، چون 9 من با 1 نفر جلسه دارم. این جریانی اتاقی که گفتین با جی اف تی میتونیم وارد بشیم؟ نه پیام بدیم با جی اف تی. اون چون حالتیه که اونا باید بخوان. خب میتونی شما بزنی، خب بزنی و عمیق شی تو این جریان که بعد ببینی اونا چه اتفاقی میخواد برات بیفته. خب میتونی درخواستا بدی که مثلا ببینم من ببر اتاق طفله، ولی برای چی؟ چون ممکن اصلا تو احتیاج نباشه، تو همین اتاق شفا فقط باید احتیاجی که بری. میدونی احتیاجی نیست که اونجا بری، اونا تشخیص میدن. ما نمیتونیم بگیم منو ببر اونجا، اونا میگن اصلا احتیاجی نیست، همینجا کارت انجام میشه. اونی که خیلی حاده رو میبرن اونجا تا طفلا. آره اینجوری. خیلی خوب، استاد ممنونیم ازتون، خیلی متشکرم که وقت میذاریم خواهش برام. میکنم. خواهش میکنم، سلامت باشین، مرسی، در عشق شبتون باشین، بخیر. نور باشین. شب شما هم همچنین بخیر شبتون باشه. دوستتون دارم متشکر همتون. استاد. مراقب خودتون خدا خیلی ممنون. باشین. خواهش میکنم. شده خدا این حافظ. کلاسی که گفتین میخواین تهیه برنامه‌شو چیدین رو میفرمایین هزینه‌اش چقدره؟ هزینه این کلاس 10 تومنه. 10 باشه، ممنونم، خیلی مرسی. کلاس مفنیه. آره قربونتون، آره. مراقب مرسی، خودتون شبتون بخیر. باشین. خداحافظ. شب بخیر. خداحافظ. شبتون بخیر. خداحافظ. شب بخیر.